این همایش بین‌المللی که کار بسیار خوب و بجایی بوده با هماهنگی دفتر پرزیدنت محترم جناب آقای امامعلی رحمان، پرزیدنت محترم تاجیکستان و همینطور اتفاق نویسندگان تاجیکستان، این همایش برگزار شده که تمامی شاعران و کسانی که اهل فن و هنر هستند در زمینه شعر و شاعری از کشورهای پارسی زبان دور هم جمع بشن. از 17 همین ماه هم از 2 روز گذشته میهمانانی از پاکستان، هندوستان، افغانستان، ایران دعوت شدن به این همایش که بیان کارهای خودشون رو ارائه بکنن. انشالله که یک چنین همایش هایی برای وحدت بیشتر و برای همگرایی بیشتر و دگرفهمی بیشتر بین کشورهای پارسی زبان همیشه باشه، مداوم ادامه پیدا بکنه. پرزیدنت محترم شما در سازمان ملل این رو در واقع اعلام کردن که نوروز جهانی بشه. 21 مارس رو به عنوان روز جهانی نوروز اعلام کردن. این خودش میتونه یک نقطه عطفی باشه و یک نقطه امتیازی باشه برای ملت خوب تاجیک و طبیعتاً بر اساس این ابتکار و خلاقیت خیلی خوب پرزیدنت محترم شما، طبیعتاً مردم تاجیک بهتر از کشورهای پارسی زبان و کشورهایی که نوروز رو پاس می‌دارن طبیعتاً نوروز رو گرامی می‌دارن و عنعنه‌ها و مراسمی که هست به نظر من سالهای گذشته که من دیدم بسیار بسیار خوب و شوق‌انگیز